السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، مردم تاجیک جا شده است باشه. سبحان الله، به نهایت مردم گم شده است. روزش نیست که یک کس دیگه زنگ نزنه که یا که گفتی که با برادرمون گم شده یا اینکه گفتی که با دادرمون، اکمون، خویش اقربامون، بچه تا همک. خلاص که بعضیا زنگ بدن فرزندمون گم شده، چیکار کنیم؟ الله اعلم سببش در چیست. هر یک کاری حکمتی خودش داره. لیک متاسفانه اکثریت مردم جوانان یعنی با مردهای گفتی گپا گوناگون شناس میشوند، یعنی کارهای غیر بگیم قانونی میکنن مثل داروی سفید فروشی. یعنی بعدا که وقتی که میقپنشون بعد یک هفته دو هفته یا دو ماه پس بگیم رو میزنه اوجه علکه که پاز نمیشه به حساب. و هم خاطر حالا که الله سبحانه و تعالی به این بگیم مشکلی دوچارمون نکرده است، با هم خاطر چیکار کنیم؟ پیشگیری کنیم با اون گونه شخصیت ها شناس نشیم. الله نگهبانتون باشه. یعنی جوان مرد هستین، الحمدلله مسلمان هستین، گفتی که پل حرام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید ان الله اذا حرم شیء حرم ثمنه. هر آینه هر اون چیزی که الله سبحانه و تعالی حرام گردانده است، پس مزد ویم حرامه، پل ویم حرامه، فایده ویم حرامه، کلش گفتی که با حرامه. مادامی که حرام باشه پس چرا ما و شما در اون چیزی حرام دست میزنیم؟ الله نگهبانتون باشه. یعنی تنها فکری خطانه تاقه نکنین، فکری پدرتون نکنین، مادرتون نکنین، فکری گفتی که با زنتون نکنین، فرزندتون نکنین. بعضی وقت میشه که بگیم زن و فرزندا بگیم اکثریت زنها سبحان الله اهل جهنم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه از سببی که کفرانی نعمت میگن، شکرانه نمیگن، هر آن چیزی که دارن الحمدلله نمیگن. انا فلان انسان ایخل کردن در کار خانه نمیخوام با امرای پدر مادر زندگی کردن، میخوام دل نه پدر مادر در جانب زدن دیگه و دیگه. خلاص که مطلب درباره این است، درباره اون است که زنها مجبور میکنن بعضی حالتا میشه مردها را بیچاره ها چیکار میکنن، بعضی ها گوش بیزار میشن میگن بیا ریسک کنیم شاید که گفتی که پا چی میشه مغالی میبرن که خلاص که کامیاب میم دائمی چی. لیک گروه گواره نیفرتانولا بعضی وقت میشه بیچاره نو شروع میکنن که سلام علیکم میگن، گفتی که پا میخفن شو. با هم خاطر الله سبحانه و تعالی نگهبانتون باشه. هیچگاه بر رفیقانی که به کارهای حرام دست میزنن، انسانی که گفتی که با نماز و روزه نمیگیره با اونها رفیقی و دوستی نکنین. به انسان هایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید لا تصاحب الا مؤمنا، یعنی بختون رفیق و دوست نگیرین مگر که مؤمن، انسان صالح پاک گفتی که با نماز با عبادت باشه. این گونه یعنی رفیقا را دوست بختون بگیرین که چو کنن شما را جلب به سوی نماز کنن، به سوی طاعت عبادت الله. الله نگهبانتون باشه. و الله که زیغ میشه هر دفعه گفتی که با زنگ میزنه که دادر جان مثلا فرزندمون یک هفته شد که در علاقه نیست، نه تلفنش کار میکنه نه دیگه و دیگه و دیگه. بعضیاش تاکسی کار میکنن. بعضی حالات ها میشه که گفتی با کلینت ها گفتی که با امروز چون دارو دارن میقبن در حالاتش میشه. مثلا ما خودمون تاکسی هم کار که هستیم، بعضی حالاتش میشه گفتی که با برای پرایز گفتی که با نتن تا طوری سر گفتی که پستلد میمونه میگه اگر پول گفتی میپرونه نعوذ بالله. در حالاتش گو وقت میشه یکی در حالاتش بشه عیناً گفتی که پیدا میشه که فلان تاکسی در فلان جو کشتن برین مرداش بیاوین که مرداش اینو میخیله چیکار کردن در کار. اما بعضی وقت بیز ایزویسی گم میشوند در حالت بدونی که چی گپ شده باشه چی رخ داده باشه. با هم خاطر برادران عزیز مهاجر و مسافر هر یک کدوم با خاطر الله دوست می‌دارم و خودم گفتی که با 90 چند سال در مهاجرتی. الله نگهبانتون باشه. باقی مدت در امان الله. السلام علیکم. نو گفتن من این رقم های روی اکران می‌بینید، این برای گرینسای کسی که گرینسای داشتن می‌خواین مرحمت میتونید که مراجعه کنین. باقی در امان الله. السلام علیکم.